یاد خدا. سلام، وقتتان بخیر. به چنل خبری یارا بدخشی خوش آمدید. امروز پنجشنبه 15 جنوری 2026 مصادف است با 25 جدی 1404. در این گزارش تازه‌ترین تحولات عرصه سیاسی و دیپلماسی افغانستان را با شما مرور می‌کنیم. در روزهای اخیر افغانستان شاهد ادامه تحرکات دیپلماتیک در سطح منطقه‌ای و بین المللی بوده است. وزارت امور خارجه حکومت سرپرست طالبان اعلام کرده که گفتگوها با نمایندگان سازمان ملل متحد و برخی کشورهای منطقه در چارچوب روند دوحه و دیگر مجاری دیپلماتیک همچنان ادامه دارد. با گفته مقام‌های این وزارت، هدف اصلی این رایزنی‌ها یافتن راه‌های تعامل مؤثر جامعه جهانی با افغانستان و کاهش چالش‌های سیاسی و اقتصادی موجود است. بر اساس این گزارش، حکومت سرپرست بار دیگر بر ضرورت عادی سازی روابط خارجی، رفع محدودیت‌های بانکی و آزادسازی دارایی‌های منجمد شده افغانستان تاکید کرده و این موارد را برای بهبود وضعیت اقتصادی و ثبات سیاسی کشور حیاتی دانسته است. در مقابل، نمایندگان جامعه جهانی پیشرفت در زمینه حقوق بشر، تشکیل حکومت فراگیر و تضمین حقوق اساسی شهروندان و ویژه زنان و دختران را از شروط اساسی تعامل گسترده با افغانستان عنوان کردند. همزمان روابط افغانستان با برخی کشورهای همسایه با تنش‌های همراه بوده است. پاکستان اخیراً نگرانی‌های را در مورد وضعیت امنیتی مطرح کرده و مدعی شده است که تهدیدهایی از خاک افغانستان متوجه منطقه می شود. این ادعاها از سوی مقام‌های طالبان رد شده و به اساس خوانده شده است. کارشناسی سیاسی میگوید که آینده روابط دیپلماتیک افغانستان با چگونگی مدیریت این چالش‌ها، میزان همکاری حکومت سرپرست با جامعه جهانی و تحولات امنیتی منطقه وابسته خواهد بود، مسئله که همچنان در کانون توجه نهادهای بین المللی قرار دارد. از توجه شما سپاسگزار هستم که تا این لحظه با چینل خبری یارا بدخشی همراه بوده اید. برای دریافت تازه ترین گزارش ها ویدیو را لایک کنید و همچنان چینل را سابسکرایب نمایید و دیدگاه های خود را با ما شریک نمایید. تا گزارش بعدی، خدا نگهدار. در پایان سپاسگزارم که تا این لحظه با چینل خبری یارا بدخشی همراه بودید. برای دریافت تازه ترین گزارش ها ویدیو را لایک کنید، چینل را سابسکرایب نموده و دیدگاه های خود را با ما شریک سازید. تا گزارش بعدی، خدا نگهدار.